محیدین حسنوف ساکن دهه دوردستترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سامانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوه‌های مشکل گذر یگانه وسیله آدمکشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نآمدند و خرهای محیدین حسنوف بیکار ماندند. خر از ما به خدمت میکردیم، ما از پشت خر میخوردیم. این سال خر از سال ما خورده شده است. ما دیگه راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست‌ها بیان و با زندگی دوردست ما که از شهر وی در جای دور است و بهتر بود. دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم به راه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نوامبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت‌های سیاحی راه می‌یابند و حق مزد هم می‌دهند. در حالی که آنها بودن البته راه با ما خیلی تامین بزرگ میشد. ما مردم دهه ارتوش خرکارو ما کار میکردم، ما راه بلتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کردم میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما. بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت می‌کردند و به آینده خوب آن امید داشتند، در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355,000 خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است. من همین سال در یک روز نباشد یک 15-20 میمون از کلوب از دوشنبه خوشم دیگر جا نداریم و با قشرهای گرد اطراف یک هم عمدت باید میکنم زیارت میکنم. متخصصان ساحه توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این جایها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان ساحه جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هاستل، 44 آسایشگاه و چند پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند. مسئولان کمیته رشد سیاحی میگویند در سال 2019 بیش از 1 میلیون سیاح خارجی و 400,000 شهروند کشور از موضعهای سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند.